300 متر به طرف غرب. تا فعلا کدام درگیری صورت نگرفته. دریافت شد. کماندان صاحب پاک است. دریافت شد. سلجوق کم ادگام پیش برو. دریافت شد کماندان صاحب. الیاس ادامه بده. الیاس! درگیر شدن. شمشیر تکرار میکنم ما درگیر شدن. مراد فورا عقب نشینی کنه. فهمیده شد؟ فورا عقب نشینی کنه. عقب نشینی نکنیم دوست. عقب نشینی. الیاس پشت سر دستم کماندان صاحب. الیاس صابیر ازت نگیره. مرکت کو برو. از کدامتون شروع کنم آقایا؟ اول کدامتون آقایا؟ کماندان صاحب درگیری مسلحانه شروع شده. مراد از اونجا بیرون شوین. مراد از اونجا بیرون شوین. کماندان بچه ها رو میکشن. باید بریم به کمکشان. بریم حالا دوستا بریم. الیاس مرا ببین. تو سرباز مسکی. اگر زخمی شوی خودم از بین میبرم. اطاعت میشه کماندان صاحب. جزاییت میکنم الیاس. فهمیده شد کماندان صاحب. خودم جزاییت میتم. اطاعت میشه کماندان صاحب. سرت پیش کو بچم. همینجا باش. بایکتون بنداز حالا. حرکت کو. بیا کماندان صاحب. وقتی کسی سرباز میشه یک وظیفه‌شی از که دوستش محافظت کنه الیاس. ادامه بده. خیلی از دوستت محافظت میکنی ها؟ آفرین بچه. گود بای.
متوجه باش. دستم نمیخواستم تو قندولک بزنم اما خیر است. نوبت کلتان میرسم. نوبت کلتان. قماندان زخمی شد. قماندان زخمی شد. الیاس قماندان از اونجا دور کن. الیاس ما شما را پوشش میتونم از اونجا زود بره. قماندان صاحب بیا. برو قماندان صاحب من پیش میرم. دچایت باش برو. قماندان صاحب قاسان از احمق ها بیاین. قماندان صاحب صبر کن. قماندان صاحب صبر کن. بیا قماندان صاحب. قماندان صاحب باش. قماندان صاحب. قماندان صاحب صبر کن. صبر کن قماندان صاحب. ایره با ما بده قماندان صاحب. ایره بده با ما. الهش کن. طاقت کن قماندان صاحب. طاقت کن قماندان صاحب. طاقت کن قماندان صاحب. قماندان صاحب بخیز. قماندان صاحب. قماندان صاحب بخیز. الیاس تو سرباز مستی. بله قماندان صاحب سرباز شما هستم. طاقت کن قماندان صاحب. تو را نباید چیزی شود. تو را هیچ چیز نمیشه قماندان صاحب. طاقت کن قماندان صاحب. خدا جزایتونو بده. امره مخابره زود شو. قماندان صاحب
قماندان صاحب فوراً باید عقب نشینی کنیم. مراد زخمی شده قماندان صاحب، مراد زخمی شده. تکرار میکنم عاجل است، عقب نشینی میکنیم. یک جایی برین که هلیکوپتر نشست کده بتونه. شمشیر تکرار میکنم به خاطر که هلیکوپتر بتونه نشست کنه یک جای مناسب پیدا کنین. تیم دوم آماده شو و هلیکوپتر روان کنین فوراً. اطاعت میشه قماندان صاحب. فهمیده شد قماندان صاحب. قماندان صاحب هلیکوپتر باید بسیار زود اینجا برسه. عاجل است، عاجل. دریافت شد. بگیرن. قماندان صاحب زخمش میخواست، باید فوراً به شفاخانه ببریم. مراد ما را پوشش بتین بچه ها، پوشش بتین. حالا زود شوین. الیاس کمک کن. الیاس زود شوین. الیاس کمک کن. طاقت کن قماندان صاحب، طاقت کن. 1 2 3 دوستا پشتش بده. متوجه باشین. پیش برو. ما را پوشش بتین. حالا ما را پوشش بتین بچه ها. نزدیک به منطقه هستیم قماندان صاحب، نشست میکنیم. پیلوت اونا را دیده میتونی؟ شمشیر به نقطه قابل نشست رسیده؟ قماندان صاحب نزدیک هستن، میرسن. قماندان یک مشکل داریم. میخواییم ما رو مثل پرنده شکار کنن. بریم حسابی به شرف رو یک سره کنیم. سردار قماندان گروه فعلا تو هستی.
قماندان صاحب قماندان صاحب قماندان صاحب خیر قماندان صاحب این کار نکنیم قماندان صاحب نه خیر قماندان صاحب سردار امر کنین قماندان پایین شدی خودم از بین میبرمت از دستورم سرپیچی نکن چیزی که برات گفتم انجام بده قماندان صاحب تو یک چیز نمیشم من پایین میشم حتما زخمی را زودتر باشه خونه برسم فهمیدی چی گفتم نه خیر چیزی را که برات گفتم انجام بده دستور اجرا کن نه خیر قماندان صاحب خدا لعنتش کنه خدا لعنتش کنه قماندان صاحب ایستا تنها موندیم من از بیرو بار خوشم نمیایه یارا که قسم بهتر است قربان خدایی که تو رو خلق کرده فقط بعد رقم گرفتار شدیم حالا نمیتونیم از اینجا نجات پیدا کنیم قماندان ما هر قسم که شده نجات پیدا میکنیم باز کرد تو محکمه سال شو و این نفرها را از بین ببر دقیقاً ای تیمور اولاد بیشرف از بین نبرم نمیره روانی کم گپ بزن اگر نه اولین آدم خود شدی که به خاطر پرگویی شهید میشه فکرت باشه باز کرد ما را چیزی نمیشه قماندان بزرگ کافیست که مراد نجات پیدا کنه یعنی چی که دو سرباز ما در کو ماندن تو در اونجا چی بد میکنی تورن میشه بریم بگویی هلیکوپتر در معرض خطر بود از من قماندان صاحب چندین بار پافشاری کرد شما دیوانه شدین یا میخواین مرا دیوانه بسازین ببینید قرارگاه ماردین یک امبولانس منتظرتان است او هلیکوپتر فوراً در اونجا پایین میکنی و تو اومدن من کلگی تان آماده میباشین فهمیده شد اطاعت میشه قماندان صاحب ارتباط با سربازا در دست تو است قماندان صاحب شما میرم تیم از هم پاشیده من جمع میکنم من از دست دیوانگی خسته شدیم دیگه چی کنم تو در اینجا چی میکنی این چی حال است قماندان صاحب ما میخوایم همراه شما برم یعنی میخوایم ما به جنگ برم قماندان صاحب گپ نزن پس آمدون من همراهت میفهمم قماندان صاحب مرا بیبی اورهان کارت کو و دیگه در چهار طرف پیدا نشی حالا مارش اطاعت میشه قماندان صاحب حالا دیگه مراد طاقت کو بیادر الیاس اینه فشار بده الیاس قماندان مراد طاقت کو مراد الیاس بیا اینه فشار بده ما بگو بیادرم مراد بیادرم زود شو گپ بزن ما از هر چیز نجات پیدا میکنیم همه قسم نجات پیدا میکنیم کافی است که تو خود از دست نتی دیگه قرارگاه چی وقت میرسیم کجاست دیگه چقدر راه مانده بلیاز خدا زود شوین بگوین
حالا بیره بگی. قماندان صاحب نه. قماندان صاحب یهش خوب نیست، از روش میاره قماندان صاحب. مراد مرا ببین بیادرم. خود از دستته. مراد بهوش بیا بیادرم. بهوش بیا. الیاس فشار بده. آگیت نامت همی بود نه؟ بله آگیت هست. خوب است، اما هیچ بار مهم نیست. تو حالی میگی که هلیکوپتر اومد سربازا رو کلش بالا کرد و برد، اما دوتاش مونده. همین قسم هست؟ بله؟ اما درست. یعنی کلگی همین دوتا سرباز از بین میبرن؟ بله. خیلی ما چه قسم تروریست هستیم که قدر نفر دوتا سربازه که پشت سنگ پود شدن از بین بردن نمیتونه. میشه جوابی رو برای ما بتی آگید. زاغ سیاه از ما یک تیم خواست و ما با او جنازه افراد تو را ببریم. ها؟ برو و او آدمای لعنتی را از اونجا پیش ما بیار آگید. حالا میاریم. باز شروع میکنن بزرگ بابا. دقیقاً تا وقتی که ما رو نگیرن متوقف نمیشه. کماندان یک چیزی رو برات میگم. بگو. میگم به نظرت نام ما در تاریخ نوشته میشن؟ چی است؟ نام ما رو در کتاب نوشته میکنن. کنجکاو شدم. یک روز فکر کن شیرم کلان میشه، مکتب میره، کتابشو باز میکنه، باز نام ما رو در اونجا میخونه. دوتا روانی به نام کان و حیدر. امروز تاریخ چند است؟ خب به هر صورت دوتا روانی به نام بازکورت و بزرگ یکی از روزهای زمستانی دستور یک غوغا برپا کردن. این رو نوشته میکنن؟ فکر نمیکنم حیدر. به نظر من خیال پلوه بس کن. ولی راست میگی. بیادر انشالله که تو هم یک روز صاحب اولاد شدی نام میشه حیدر میمونی دیگه. همه تو نیست؟ به نظرت اول از اینجا بیرون نشیم حیدر؟ بزرگ بابا گبه دور نته. نامش حیدر میمونی یا نمیمونی؟ تو به هنوزم فکر میکنی؟ میفهمی؟ نه راستش شرف. حیدر با یک برام که شده بجایی دانه دستت با کار بنداز. اطاعت میشه. قماندان چیدم داخل اجازه بده. قماندان صاحب بفرمایین. بیا قماندان.
قماندان صاحب، به دستور قماندان کوپوس اینجا آمده. بله. یک نفر از ما به شدت زخمی شده. ارتباط ما همراه اونا قطع شده. تیم شمشیر است؟ بله قماندان صاحب. کوپوس؟ او همراه تیم دوم وارد عمل شدن قماندان صاحب. تا فعلا باید به قرارگاه ماردین رسیده باشن. تو به مرکز ارتباط برو، شخصا پیگیری میکنم. اطاعت میشه قماندان صاحب. عجله کنین، عجله کنین. صبر کنین، صبر کنین. الیاس، صبر کنین قماندان صاحب. الیاس، بیادرم بگو که بیادرم با شمشیر امانت است. وطن با شمشیر امانت است. Döküldü çiçeğim kurudu dalım ay 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 dalım. الیاس، Dostlarımızın da giderse say. ناراحت نباش بیادر. Atıver çemberin ay ay salın üstüne. Aman da نه خیر قماندان صاحب، نه خیر قماندان صاحب، نه خیر قماندان صاحب. مراد، طاقت کو قماندان صاحب، طاقت کو قماندان صاحب، طاقت کو قماندان صاحب، طاقت کو قماندان صاحب.
giderse salım ay ay vay salım ay atıver çemberin ay ay salın üstüne karalar mı giydi alın üstüne نه خیر تو رفتن نمیتونی قماندان صاحب رفتن نمیتونی اعلام کن رفتن نمیتونی قماندان صاحب نه رفتن نمیتونی Mevlam şu gençlikte vermesin ölüm ay 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 ölüm kapıyı önünden de giderse salım ay ay vay salım تحمل کو بیادرم تحمل کو کل ما رفتنی هستیم کل ما با هم یک جای خود رفتیم Aman kapıyı önünden de giderse salım ay ay vay salım ay Dikkat! atıver çemberin ay ay salın üstüne alın üstüne
شمشیر جمع شوین. شمشیر جمع شوین. شمشیر اگر لازم شود کوه را با خاک یکسان کنین. اگر لازم شود سنگا را میده کنین. اگر لازم شود با شیطان رو در رو مبارزه کنین. اما این کار تمام کنین. پیش از اینکه جنازه این شهید سر شود این کار باید تمام شود. خدا شاهد است او سر به زودی از تنش جدا میشه. امروز سخنرانی نمی کنم. امروز برنامه ریزی نمی کنم. امروز تکروی نمی کنم. حالی که دشمن ما جواب ما را با خون ریختن میته، در اون صورت برشان نشان میتیم که خون چطور میرزه. ما این را برشان نشان میتیم. فهمیده شد؟ فهمیده شد. بابا مرمی کم مانده چی کنیم؟ اگه هوا تاریک می بود شانس ما بیشتر می شد، اما خواد دیدیم. به تشویش مراد است بیراک. به تشویش مراد. بعد رقم زخمی شد. خدا حفظش کنه. آمین. این بیشرف ها ما را همیشه از پشت سر خنجر میزنن. همیشه از پشت سر میزنن. همیشه از پشت حمله میکنن. از پشت حمله میکنن چون که این ده خصلتشان از یوروک. ده خصلتشان با خائنا و بیشرفا همراه اینا می جنگیم. کسایی که اونجا هستین صدای ما میشنوه؟ بالاخره بیشرف صدایش کشید. سلاحتون رو بندازین و بیرون شوین. حالا کجاستی بیشرف خدا نشان بده. کجاستی تیمور بیشرف؟ یعنی بیرون نمیشه نمی قسم هست؟ صحیح است؟ تفلا را زود اینجا بیاره. حالا مرمیایتون خلاص میشن. شایدم خلاص شده باشن. به خاطر که بتونن زنده باشن براتون به آخرین بار یک چانس میتونم. چانس آخر ببینین. هلیکوپتر اینجا آمدن نمیتونه. به خاطر نجات پیدا کردن چانس ندارن. او دستای لعنتیتون بالا کنن و بیرون شوین. حالا قماندان بزرگ، میفهمی اشتباهی ما چی بود؟ وقتی او به شرف دستگیر کردیم باید سرش از تنه جدا میکردیم. این آدم زیاد گپ میزنه.
خدا لعنتش کنم. این طفلکا دیگه از کجا شدن و بیشرف چی میکنه؟ طفلای ترک وقتی که طرف کمپ مهاجرین میرفتن اونا رو پیدا کردم چطور است؟ ها؟ لعنت با شما. میفهمین با گذشته هر دقیقه یک از این طفلا تبدیل به فرشته میشن. فهمیدین؟ فرشته میشن. فرشته وقتتون شروع میشه دوستا. از پشت او درخت لعنتی بیرون شبین. حالا دیگه زود باشین. بزرگ بابا چی کنه؟ این بیشرف نکلانا میشناسن. ای خورده هر کاره میکنه. خدا لعنتش کنه. وقتتون شروع شد. کن اگه من نتونم این طفلا رو نجات بتونم چطور میتونم در چشمای بچیم سیل کنم؟ نیاز دیگه چاره نداریم. حداقل این طفلا رو نجات بده. وقتتون تمام میشه. 10 ثانیه آخری مانده. 10 آدم بیشرف متوجه باش. یکیشونو بکشن که بفهمن که ما چقدر جدی هستم. آمدن تیمور چی کنه؟ Very good. صبر کن. طفلا ریلاکو. سرباز. او دیگه سرباز کجاست؟ او هم بیرون بیایه حالا. تا وقت طفلا ریلا نکردی او بیرون نمیایه. اگه او بیرون نیایه تو هم نمیتونی از اینجا زنده بیرون نمیبری تیمور. ایلوش کنه. ایلوشم کنه. هایدر منتظر باش تا تمام طفلا دور نشده. سرباز دیگه کجاست؟ بگو زود بیرون شو اگه نه از بین میرن. فوراً بیرون شو. همراهت بزرگ هستم قسم نیست. ها بزرگ هستم قسم نیست. بیرون بیا بزرگ. برش بگو بیرون شو هایدر. بیا اینا رو بگیره. دستاشون هم بسته کنه. این کارای احمقانه یک جای دیگه که احمق لوده. ببینه باز هم روبرو شده. چقدر خوب شد. اما قسم نیست. پشت ما دق شده بودین نه؟ حتما دق شده بودین. از این مطمئن باشن که ای بار زیاد زنده بودن نمیتونن آقایان. گود بای. میرم. متوجه اینا باشن. متوجهشان باشن. متوجه. فالو می. روی تا چی کده باشیم؟
شمشیر تو از مرز تیر نشده استاد نمیشیم. از مرز تیر میشیم و تا نقطه‌ای که بتونیم با افراد ما ارتباط برقرار کنیم میریم. بعدش هم ادامه میتیم. هر جایی که میرن برن تا اونا را پیدا نکردیم دست بردار نیستیم. حالا بزرگ بابا به نظر دبیرون چندان سگ استاد است رئیس؟ چی بفهمم؟ حتما یک گله هستن دیگه. فهمیدی که هدف او احمق چی است؟ چی میکنه؟ نفهمیدم که هدفش چی است، اما نیت خود بسیار واضح است. او را از بین میبرم. بیبی بزرگ بابا نمیخوایم رویت خراب کنم، اما به خاطر او کار اول باید از اینجا نجات پیدا کنیم. دوستای ما دیر یا زود میرسن یوروک، دیر یا زود میآین. تا اونا نامدن مجبور هستیم طاقت کنیم. بعد از او آسان است. انشالله. حداقل به شرف یک دو گلاس چای بر ما می آورده. میگه خرس یاد کدانگه در دست بگی بیادر. بگی خدا که باز شروع شد. بخزن به شرفا را برو تو به خدایا بیبی چقدر مشعل روشن کردن، چقدر مقبول شده. به نظرت اینقدر آمادگی تنها بر ما و تو زیاد نیست؟ هوشا نمیفهمم. ما با تشویشی هستم که این سگ بیشرف مصروف چی است. قماندانای قندولک آمریکا ناکاره بودن، از دست او احمقا نجات پیدا کردن، اما از اینجا نجات پیدا کردن نمیتونین. حدس بزن فردا در روزنامه چیا نوشته میکنن بزرگ ها؟ مثلا زن تو حامله است یا تو 2 اولاد داری. عاشق خبرهای تلخ هستم، عاشق خبرهای تلخ هستم. مام تو رو به عشقت میرسونم. اگه میخوای ببینی دستای ما باز کن. نیروی ویژه دوستا، به نظرتون قسمه که فکر میکنن ویژه هستن؟ این خبرهایی که شنیدم راست هستن؟ مثلا با دستای بسته زیر آب زنده بوده میتونن؟ ها؟ یا صدها متر فاصله یک تخم مرغ از زده میتونن؟ بدون چتر نجات از هلیکوپتر خود انداخته میتونن؟ این راست است؟ من بسیار به تشویش این گپ هستم. این راست است آقایان؟ جوابای ما یکم متفاوت است. لطفا. کار ما آوردن امنیت هست. کسی که دلش مرگ بخوایره از بین میبریمش. نیروی ویژه همی کارو میکنن. راست میگی؟ نه تو نیست. مثلا اگه تو بخوای کشته شوی اول عذابت میتیم.
فانی اما من بازم میخوایم ببینم اینا را در جایشان ببرین. لودا میخوای چی کنه رفیق؟ نیروهای ویژه مطمئن شلیک میکنن. عالی است همه قسم نیست؟ ها؟ عالی است. البته این نیروی ویژه بودن وظیفه ای است که ما اور آدمای ضعیف او را انجام دادن نمیتونیم دوستا. مثلا من از قدر فاصله کم حتی یک فیلم زدن نمیتونم. هی اشرف پس نشد. دوباره امتحانش میکنم. بازم نشد. توبه خدایا دوباره امتحانش میکنم. آدم احمق پس. دستایی لعنتی ها را باز کنن. حالا این کاره شما میکنن آقایان. شما ما این کار نمیکنیم آدم بی غیرت. آریو شور در اون صورت همراه دوستت خداحافظی کن بزرگ. بله کی شروع میکنه آقایان؟ ها؟ کی شروع میکنه؟ امرا امر کنن قماندان صاحب. کدام چیزی پیدا تانستی؟ هنوز نه قماندان صاحب. اگه بتونیم وارد فرکانس توری رسا شویم به خود وقت میخریم بچیم. دوباره امتحان کو. اطاعت میشه قماندان صاحب. Very good, very good. حالا بزرگ، حالا به چشم فرد کن. حالا 3 سانتی بالاتر از مغز رفیقت. 3 سانتی بسیار ساده است. زود شو فرد کن، زود شو بزرگ، زود شو. زود شو! عجله کن! فایر کن! اگه میخوایی ما تو رو میکشم. ها؟ چی گفتی بزرگ؟ ما تو رو بکشم! کماندان بزرگ فایر کن. من زخمی هستم. یک ذرام نباید به ترسی بیادرم. ماشر فشار بته. ولیاز محمد و علی فایر کن بزرگ. ولیاز ترکیه فایر کو بابا. ولیاز نیروهای ویژه ما. ولیاز بیرق مقدس ترکیه فایر کو. ولیاز زمین و آسمان که خالق داره. ولیاز خورشید تابنده ما فایر کو. قماندان زود باش. حالا اگر قرار باشه در پیشانی من مرمی بخوره ترجیح میتونم تو مرا بزنی بیادر. نه یک سگ بیشرف. میخوایم تو مرا بزنی. حقت حلال کو یوروک. از زمین تا آسمان حلالت باشه بیادر. قربان خالقت شوم تورن صاحب. فایر کو.
براو. میام برای درس عبرت باشه ترسو. چقدر خوب فایر کردی بیادر. این قسم فایر کردن در کجا گرفتی؟ اگه میخوایی که بجای تو من کارشو تمام کنم ها؟ البته قماندان بزرگ، این لعنتی رو خوش نساز بیادر. فایر کو. دست و پایم زیاد میلرزه قماندان صاحب. یوروک، این لعنتی را خوش نساز. فقط فایر کن. فشار بده یوروک. من قماندانتون نیستم. کارت انجام بده. دشمن لعنتی را خوش نساز. نشان بگی. فایر کن. فایر. اطاعت میشه. چی شد لعنتی؟ در این امتحان احمقانه تام کامیاب شدیم. اینا را از اینجا ببرین. ببرین. شمشیر منو بیارین. تو فکر کردی که ما فایر نمیکنیم؟ نه لعنتی. برن استاد باشین. گپ نزنه. زیاد خوش هستین ها؟ خودم کارتون رو تمام میکنم. خودم. تیمور چی؟ کماندانشان است. تو را میخوایم. چی گپ است؟ تیمور، من دگروال ابراهیم کپوز هستم. اگه افرادم زنده باشن توصیه میکنم که به اونا دست نزنی. در اون صورت حق داری که مثل یک انسان بموری. اما اگه به یک تار موی اونا ضرر رسانده باشی هیچ صبر نکو. فوراً همراه مرمی در سرت میزنم. به ما باور کو تیمور. ای برات یک فرصت هست. دگروال. فعلا در ترکیه نیستی. تو از حدت میگذری قنده. دگروال. هر چی که میشه شوه. ما دگروال هستم و تو تروریست. انسان ما هستم و حیوان تو. گرگ ما هستم و شغال تو. شیر ما هستم و سگ تو. دانه تو بسته کو. توران صاحب بچیم برید. من مراد گندخدور از دست دادیم. اگه صدای مرا میشنوی سرت امر میکنم. وقتی که به اونجا رسیدم سر تیمور در پیش پایای میخوایم. فهمیده شد؟ گپ مرا فهمیدی؟ ما کشتمش. ما کشتن اینا در پلان ما نبود تیمور. این کارا نکو. دستایشان بسته از کار کردن نمیتونن. این کارا نکو تیمور. لعنت به شما. لعنت به شما.
اینا رو ببرن حالا پیره‌دارای دانه دروازه رو دوچند بسازین. چهار چشم متوجه باشین. حالا تیمور سایس. حالا خوب هستی بزرگ؟ حیدر فوراً باید اقدام کنیم. درست است؟ درست است. قماندان کپاس کجاست؟ نظر به تون صدایش وقت همی جای خود رسانده. حتما قماندان کپاس همیجاست. حیدر باید هر چیز زودتر از اینجا نجات پیدا کنیم. بعدش در اولین اقدام فرار میکنیم. خوب است، اما در اینجا کدام روشنی نمیبینم بزرگ. بالاخره باید کوشش خدا کنیم. مطمئن هستی؟ 100%. فکر کنم میشه. قسم میخورم یک جای بسیار بد و شکنجه است. حالا کوشش کن. نفسم برام دیگه نمیشه بیادر. کوشش کن. یورو قسم میخورم اگر این من گوشتای تو میدا میکنم. حالا درست است بابا، درست است. خدا لعنتتان کنه که از این زولانایتان. درد کده؟ میاین بیا این طرف بیا
حرکت کن. تیمور از ماست. نه بزرگ دیگه گپ نمیزنی گود بای. به خاطر شهید حسین اغلو، به خاطر دگرمن مراد گندختو، به خاطر هر قطره خونه که ریختی، به خاطر ملت معظم ترک که تشنه عدالت هستن. یوروک قماندان صاحب خوب هستی بچم؟ زنده باشم قماندان صاحب. بزرگ او کجاست؟ رفته که دستور شما را انجام بده قماندان صاحب. قماندان صاحب خوب هستی؟ خوب هستم بایرام. آمد قماندان صاحب.
مأموریتم تمام از قماندان صاحب. به شرف و جزاش رسید. هلیکوپترها 5 دقیقه بعد میرسن قماندان صاحب. درست است بچه. یوروک امر کنید قماندان صاحب. راحت باش، راحت. نمیخوایم قدر لبرویت کشال باشه. کم خودت جمع کو بچیم. امروز سر بزرگترین دشمن ما رو گرفتیم قماندان صاحب. میفهمین ده تگولت مرا نمیتونه کس آرام بسازه، اما نمیتونه پیروزی ما رو جشن بگیرم، چون شهید داریم. ما مراد از دست دادیم. بله حیدر، ما مراد از دست دادیم. اما موفق شدیم تیمور از بین ببریم. بله، اما ده قدر سال فقط یک چیزم میفهمم که اگه یکی از این بیشرف ها را نابود کنی به جایش بدترش میآیه. اگه این قاتل ها را هر یکیشان از بین ببری به جایش پستر و کثیفترش میآیه. این یک تحفه لعنتی است که جغرافیای ترکیه نصیبش شده حیدر. این قیمت است که ترکیه به خاطر مهمترین موقعیت دنیا میپردازه.